بابا پوکیدم حواست کجاست؟ شما چرا خیس شدین؟ لباستون مناسب موقعیت هتل نیست؟ لباسم؟ جونم در خطره. پیش من هیچ خطری متوجه شما نیست. بفرمایید بریم اتاق من ببینم کی شما رو ناراحت کرده. خواهش میکنم. بفرمایید، تمنا میکنم. خواهش میکنم. بفرمایید عزیزم. البته شما خیلی اشتباه کردین. بالاخره یه نفر تو اون تصادف کشته شده. کاری ندارم مقصر بودین یا نه، ولی اشتباهتون محرزه. ولی اون مرده زنده شده بود، خودم دیدمش. یعنی مرده زنده شده بود، خودم دیدمش. زنده بود؟ بله. سوال همینه، اگر مرده بود چرا زنده شد؟ اگر زنده شد پس چرا شما رو رها نمی‌کنن؟ ببین عزیزم، خیلی‌ها به هم شبیهن. از این اشتباه‌ها برای خیلی‌ها پیش میاد. شما بهتره فکر چاره اساسی تری باشید. میفهمید که چی میگم؟ بله بله درست. باید به پلیس اطلاع میدادی. واقعا این کارو نکردی؟ نه. خوبه. بله. خوبه. منظورم اینه که خیلی بده. تصور میکنم فرصت جبران اشتباه وجود داره. نگران نباش. خودم خلاصت میکنم. دست شما درد نکنه. خدا خیرت بده. حسابی با جناب سرهنگ صحبت میکنم تا کاملا نگرانیتون رفت بشه. ممنون. الو، تلفن چی؟ لطفا شماره جناب سرهنگ گشبود رو برام بگیرید. خیلی متشکرم. سلام آقا. ممنون میشم که بگید هر وقت اومدم با من تماس بگیرن. خیلی متشکرم. چطوری؟ این نانکلیه. کنار اون همه احساس آرامش میکنن. اون دو نفر که مخل نظم هتل بودن چی شدن؟ از دست انتظامات فرار کردن ولی شناسایی شدن. به نیروی انتظامی هم گزارش شد. یالا. این آقا رو برسونید خدمت جناب سرهنگ دشبود. اگه لازم شد خودم یه سری میزنم. خدا عمرتون بده. ای کاش همه مثل شما مهربون بودن. در خدمتم آقا. خداحافظ. از این طرف لطفا. میخوام لباسامو بردارم. خداحافظ.
ناقابله. کدومه؟ بفرمایید. این بفرمایید. شما ببخشید. گرمتون شد قربان. در بس. بفرمایید خانم. ببخشید مستقیم. چشم. برو دنبال اون ماشین. حالگیریه؟ نه جون یه نفر در خطره. 4 تا داشتیم هر 4 تا شوفرنه گفتم خیالت راحتش رانندش هر کی باشه حالش گرفته است. عجله کنی لطفاً. یکم دنبال ماست. دنبال ما؟ چه بدشانسی. وای دارن تعقیبمون میکنن. اندازه یه کافی درد سر داریم تندتر برو. باشه دارم میرم. تندتر بریم. سریعتر. بابا بلدم چی کار کنم. از اون طرف رفت. خدا که سلامتی آقای از جام نمیتونم تکون بخورم. باید برگردیم بیمارستان. ببخشید جناب مهندس تقصیر ما سخت نبود. ما رو مهندس. کجا میبرید منو؟ اینا کی هم ببخشید کو به کو نمیرسه آدم با آدم میرسه. حالمو گرفتی حالتو میگیرم. وای سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. وای کار واجبی دارم مزاحم نشو. آبجی ببخشید یه وقت فکر نکنی ترسیدم نه من اگه پاش بیفته تو دهن شیرم میرم. منتها این یارو اینو آدم خوراست. مایلم بدونم آقا با شما کجا میاد. تو بشین. آقا با همون تاکسی برگرد برو. خودت به تو خطر ننداز. خفه زلفی. ایشون با رئیس ما یه خورده حسابی دارن. رئیس اون ساختمون منتظر ماست. شما هم میتونید تشریف بیارید. اینطوری مشکل همون حله. من اون مشکل شما کاری ندارم. از هیچ کدومتونم ترسی ندارم. پاش بیفته از همتون مردترم. پیاده شو دیگه. پیاده شو. میخوام پیاده شو. گفتم بشین. لندهون. آخه این هیچ کس پیاده نمیشه. همه سوارشین. یالا گفتم سوارشین. برو پشت اون ماشین. جلو. الله. حالتو میگیرم. تو چی؟ خاله جون شما خدا مرگم بده با شما افتاد. خانم بزرگ اذیت که نشد. من سلام. خیلی نگرانتون بودم. رضا به من گفت که شما رو دزدیدم. خیلی ترسیدم. خدا عذابشون زیاد کنه. الهی هیچ کس حق نداره از اینجا خارج بشه. بشی بابا.
رئیس اومد. پاشو آقای ادریسی اومد. عجب پیش این نانکلی احساس آرامش کردی. مردیم از خوشی. حالا فهمیدم. پس شما رئیس اینا هستی. آها. این کارا چه معنی داره آقای ادریسی؟ من از دست شما شکایت میکنم. اصلا این رفتار شما صحیح نیست. متاسفم خانم یگانه. هر امر خلافی در شرایط خاص خودش ممکنه توجیه منطقی داشته باشه. پس سرقت اون خانم محترم و صحبت‌های ایشون صحت داشته؟ من همیشه حرفام صحت داشته ولی هیچ وقت متوجه نمی شدیم. حالا موقعی متوجه شدیم که نباید میشد. باید به عرضتون برسونم که در شرایط حاضر شاید هممون حق داشته باشیم. با دادن اون کلید که برای من ارزش حیاتی داره همتون آزاد میشید. به همین سادگی. من نمیدونم شما در مورد چی صحبت میکنید. قضیه کلید چیه؟ چی؟ کجاست؟ کلیدو بهشون بده برن دیگه. به عرضتون برسونم از تماشای هیچ نمایشی تا حالا لذت نبردم. نمایش یعنی نمود اعمال غیر واقعی، یعنی پروازی ذهنهای آشفته و وامونده. بنابراین 1 ساعت بعد برمیگردم. اون موقع علاقه‌مندم که کلید رو ببینم. در غیر این صورت ناگزیرم هیچی نبینم. این بدبختی نیست به خاطر کسی که حالتو گرفته و بخوای حالشو بگیری حالتو بگیرن. آقای عزیز من یه رانندم، اصلا تو بازی شما نیستم، میخوام برم دنبال بدبختیم. تا چند لحظه پیش یه راننده بودی آزاد، حالا یه شاهد دربندی. همیشه حوادثه که سرنوشت ها رو میسازه. من از این قمپوز پرنیا هیچی نمیفهمم. هر کسی مردشه جلو منو بگیره. می بخورم. نانکلی حالشو گرفتم.